یک جوان 18 ساله از تاجیکستان که باعث راننده تراکتور در دهه تروسوای نویه ولاسوای ولایت لنینگراد روسیه به جمع‌آوری حاصل کارتوشکا مشغول بود، در نتیجه ترکیدن یک سناریاد از زمان جنگ بزرگ وطنی باز مانده به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی، جوان تاجیک هنگام جمع‌آوری کارتوشکا در بین حاصل جمع کرده کارتوشکا یک سناریاد رو دیده است که تراکتور آن را هم از قبط زمین بیرون آورده بود. جوان نفهمیده آن پاره آهن را به دست میگیرد و در همین وقت سناریاد ناگهان میترکد. در نتیجه ترکش پنجه دست راست جوان تاجیک را کنده پرتافته است. او را در حالت وزنین به بیمارستان ولاسوا بردند، ولی متاسفانه طبیبان نتوانستند این جوان تاجیک را از پنجه مرگ نجات دهند. بنا به اطلاع پلیس، این جوان همگی یک ماه قبل از تاجیکستان برای مردکاری به روسیه آمده در دهه مراتوف نویه ولاسوا ثبت نام رسمی داشت. ریاست تفتیشات ولایت لنینگراد به سنجش این قضیه شروع کرده است و حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی در دست بررسی قرار دارد. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا قریب نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی عائله‌های خود به روسیه به مهاجرت کاری میروند و هر سال در روسیه به علت‌های گوناگون تا 1000 نفر از زادگان تاجیکستان به زندگی پدرود میگویند. تنها در نیمه اول سال 2022 از خارج و اساساً از روسیه به تاجیکستان برای گور و چوب 486 جنازه های مهاجران تاجیک در کوی مسافرت ففتیده را آورده بودند. حادثه های ناخوش در جای کار و جای زیست یک علت عمده مرگ مهاجران در روسیه دانسته می شود.